نماز شب شما را به الله نزدیک می سازد و یقین بدانید به یک پادشاه عادی در روز دنیا، ببخشید در حیات دنیا، به یک پرزیدنت شما اگر نزدیک باشید تقریبا مشکلی های دنیویتان نمیماند، همش را او حل میکند، چون قدرت در دستش است. و چی گمان دارد وقتی ما نزدیک شویم به الله یگانه، آنه که شاه شاهان است و تمامی ملکوت السماوات و الارض در دست او هست، در این وقت شما اصلا خور نمی شوید. الله پیامبر میگویند، پیامبر الله، قربتون الی الله تعالی، این نماز شما را نزدیک میکند به الله تعالی. و در دوامش میگن و منحتون عن الذنوب، و شما را از گناه ها باز میدارد. آنهایی که شکایت دارد که من به نفس خود زوری کرده نمیتوانم، من به شیطان غلبه کرده نمیتوانم، پیامبر میگن آنهایی که قیام اللیل میخوانند، همین نمازی که نصفه شب به خاطر الله خسته میخوانند، آنها را از گناه دور میکنند.